یک دختری بود در وقت دانشگاه خواندنمون که بسیاری بچه ها او را غم میدادند، اما یگان تاش به مقصدشون نرسیدند. بعد یک پسر با او فاتحه کرد و بعد شرمنده کردنش او را پرتافته رفت. حاضر دختر حامله دار من باشم، با یک دختری خویشمان در فاتحه هستم. من فاتحه هم را با دختری خویشمان گردانم و به خاطر خدا و آبروی همین دختری حامله با او ازدواج کنم، گناهگار می شوم یا ثواب می گیرم؟ التماس یک مصلحت خوب دهید بابا جان. برادر عزیز و گرامی، بسیار یک بچه خوبی بوده است. کدام همسینفشان مقصد فاتحه کردند، این دختره که مقصد حامله دار کردند، آلی تا نکاح نارسیده و تا توی نکرده مقصد از این دختر جدا شدند. این حالتی دخترم حالتی ناگواره. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادرای اهل اسلام. از شرکت اکای محمد حاج محمد خودمو را گرفتیم، گرانی سپردیم اکا. اینا مازدا، اینا ماشینا اکا، همه ماشینا بردیم آوردیم شون اکا. این روز 15/09/2024 این اکا را همه شب بردیم آوردیم. اکا چی رفته اومده؟ الحمدلله 100 فایز اکا. ما 100 فایز رفت اومده. خاطر روا 100 فایز. یکم مایده خاطر نشه مالی توجیکستان. یکم کم شده داره. یکم کلی 100 فایز ناز رفته ناز اومده ما. یکم خاطر نشه مردم توجیکستان همه 100 فایز. این بچه که برای آبروی هم دخترک نریزد، حتی خودش در فاتحه های این رحمه بینیم برادر عزیز، خودش در فاتحه های میگه که من مقصد ای فاتحه هم بگردم همین را بگیرم تا همین دخترک شرمنده نشوه. اگه من توصیه برادر عزیز این است که شما از فاتحه تا نگردید. آنی را که پدر و مادر قطعی مصلحت کردین، با پدر و مادر قطعی یعنی رفته و این فاتحه را که با او کردین وقتی ای را میگردانین، حالا این غمخواری شما دیگه معنی نداره. بین اینجا در یک کاری ثواب نیت داری، اونجا یک کاری ثواب ایدست میتی، یعنی اونجا شرمنده میکنی و اینجا در ایشا مثال بگیم دستگیری میکنی. برای همین این کار دادر عزیز نکنین. همون فاتحه که داشتین با همون دخترک شما انشاءالله ازدواج کنین و برای این غم خوردگید، برای این رحم کردگید تو انشاءالله پیشگوی خدا را ثواب میگیری. فقط دعا که خدای مهربان این خواهرای ما این خیلی فریب نخورن، این دادرای ما با این بدبختی دست نزنن. شما این دعا کنین، این کارها را شما حرکت کنین که مقصد مردم از این خیل کارها منع کنین. ولی حاضره ده تو هیچ وقت از فاتحه بر نگرد. فاتحه تا مثال تا توی رفته برسان، خانه تان به خوشی و خرسندی مثال آیله تا ببر، زندگی اکاتون خوب کنین و خب در حق او دخترک دعا کنین. انشاءالله خدای مهربان شاید اکی کار کرد از پشیمان می شود و برای آینده زندگیش یک درس هم می شود. ما هم دعا میکنیم که خداوند این شرمندگی ها و این مشکلات ها را ای بالای این ملت و ای بالای علال خصوص این خواهر ما دور گردانه و یگان آدمک خوبی نیک بیا و زندگی نیک علا نصیبش گردانه. یک سوالی دیگر آخران میخونم انشاءالله بعد دعا میکنیم. میگه زنی که 3 مراتبه دوگانیگ یا سگانیگ به دنیا میارد با آن زن همخوابگی جایز است یا نه؟ یعنی یک زنی که
ببین 2 بار یا 3 بار دوگانگی میکنن. در مردم ما ای وقتش همین گپ ها بود که وقتی زنک 3 بار اگر دوگانی کرد، این زن دیگر مقصد بی خاتون میگن و یا خلیفه میکنن میگه و هر خیل چیزهایی را مثال مردم به زبان می آوردن و گویا که دیگر با این زن زندگی یا همخوابگی درست نیست. نه، این حرفا برادر عزیز هیچ جای نداره. انشاءالله این زنک بسیار زنک که با سعادت های. ببینید یک خوبیش همین ای که در 3 سال 6 تا فرزند آورده، ولی برای 6 فرزند 6 سال در کار بود. یک مرحمت الهی هم برای زن هم برای مردک. برای همین یعنی با این نکاح بریده شود، با این زندگی دیگر درست نشود، با این همخوابگی نادرسته، نه، همه این گپ ها سفسطن، همه این گپ ها یگان گپ های بگوییم که ایتا پایدار نیست، ای نگاه شریعت نیست. برای همین برعکس این خیل زنه برادر عزیز باید که شما احترام دیگر داشته باشید، با محبتون به این خیل زن باید زیادتر باشد، با در حقش دعا کنید. برادر عزیز و گرامی، در مسئله طلاق کردن حاضر بودن زن شرط نیست، فقط شنیدن و حاضر بودن فقط برای نکاح است. در نکاح زنی را که باید تو نکاح کنی باید که وای باشد. زنی را که باید تو نکاح کنی باید بخشیدن قبول کردن بشنوه. لیکن در طلاق این نیست برادر عزیز. در طلاق اگر هیچ کم نباشد، خود تا کم باشی، با زبانت همیشه قدری بگویی که من زن طلاق کردم یا 3 طلاق کردم، اگر همی گوشت همون صدا تا بشنوه، همون طلاق واقع می شود. هیچ کم که نباشد، زن هم که نشنوه، خودت با گوشت همون آوازی خود تا بشنوی، طلاق واقع می شود. یا طلاق اگر با طریق دست یک برادر بگوی میره برای همون زنی مرا بگو که من طلاقش کردم، یا یک مکتوب بنویسی روی کنی، اگر همیو تصدیق شوند البته طلاق واقع می شود. سوال دیگر درباره بانک پول مانی و فایده‌اش رو گرفته با فقیرها خیر کنی جایز است یا نه؟ یعنی آدما پول میبرن در بانک میمونن، بعد فایده‌اش میگیرن فقیرها را میتن. مقصد ذخیره کردن در بانک یا برای حفظ مالتان هیچی باقی نداره. شما برین مقصد پولهاتون در بانک ها هم که مانین از مقصد حفظ کردن تا یگان زلال زیان نیوید. ولی اگر به شرطی که مثال ملک غیر مسلمان باشد، چندین بارهای را ما گفتیم در مذهب خودمان معامله بانکی با آدمای غیر مسلمان درسته، یعنی فایزش هم که بگیرین استفاده کنین چی باقی نداره. فقط فایز بر مسلمان با مسلمان در اجازت نیست. ولی اگر وقتی که از بانک های مسلمانی هم که فایزه گرفتین بردین در دست یک بیچاره و ناتوان هم که دادین، که یک حاجتی وای تمام می شود. مقصد میبری ایموسوم یگان چی یک میخریمیتیش حاجتش بود می شود، حاجتش برآورده می شود. ولی وای همچو خیر بگوی در نامه اعمالت نویسانده شود، اینش نویسانده نمی شود، ولی به هر حال حاجت برآورده می شود. بابای حاجی، برای شهروندی روسیه شدم، بعد از زکس با همسر خودم جدا شوم، یا با این نکاح ما یگان خطر دارد یا نه؟ یعنی کسایی که برای شهروندی شدن، گرجدنی روسیه شدن، از زکس جدا میکنن. البته وقتی از زکس جدا کردین یک طلاق باین میشود. یعنی باید از سر نو برادر عزیز شما باید که با از سر نو نکاح کنید، زیرا شما این طلاق باینه. خدای نکرده اگر یگان بار دیگه با دو طلاقش کنی با یک طلاق با اینا یک جا میشوند، جمع میشوند. برای همین شما کردین شهروندی را هم که گرفتین، از سر نو با چیکار کنین؟ نکاح کنین، انشاءالله درسته.